توتی یس داش یه ذره خیلی پر نوره. کادر جالبه. سلام برنوره حاجی ما میگیم میخوایم برسیم به 10K فیس ریویل کرد. حاجی ایده خوبه. الان 10K شد. همین الان 10K شد. وای جذاب بود. حاجی برنامه کجاست؟ سزار نه میشه دست بده. میشه قبلش بریم بنگ کسی بداریم بنگ بیشتر رای بده. نه فستیوال بودیم سپر دوباره 10K شده. الان 20K شدیم. ما باید به نظر تو بایه پیج بزنیم. این پیج برای بالای 18 مناسب است. با خانواده‌تون نبینید. با خانواده‌تون نبینید. با صدای کم گوش کنید. چه میرین تو چقدر مردم واسه اینا چرا اون چقدر شبیه پسرا. آره ولی پشما پسرش وای یارو بعد نگاه مطمئن میشد. ایول حاجی من اینجا اسمش چی بود؟ اینجا میرزا تو میرزا که زمینش انقدر این طرفش هم بستن. واقعا گوشتون نیست. آقا میگم بریم خروس. اون بنده خدا گناه داره. هم بهش نگو خوردی. خب بعد دوره بریم خروس. خب میریم این چیز یوسف آقاده جای داستان سفاریه؟ در خونه ما سفاری باشه. واقعا؟ کی؟ ندیدی؟ برو بهت بگم. باش. تو همه شهریاره. خب گوگلیا نمیخواین اول یه اینترو بریم؟ اینترو باید چی بگم؟ سلام. ما رندوم داریم کار انجام میدیم. نه اینا که نمیتونم. ما فکر نمی‌کنم روز بهروز اینترو میدیم. اینتروی بهروز خیلی درود. درود به چنل ما خوش آمدید. بهروز اینترو درود. حاجی زنگش بزن بگو اینترو بابا چجوری زنگ بزنی؟ سپر زنگ بهروز بزن. بابا داره کار نمی‌کنه. بابا ریدم تو نت. بهروز داره میزنه. بهروز داره میزنه. تو چرا میدونی؟ گوگل شروع آقا فهمیدن شروع فیلمو 1 2 3 بابا نه دیگه فوش ندادی. نه بذار بهروز خوشه. نه بهروزشو نمیگیم. حاجی ما فکر کنم الان دیمانیتایز شده با این وضعیت. واقعا مثلا ما اول کار داریم فوش. خانه اینا بوغ. نه جدی بیا آش فهمی که 1 2 3 4 بعد بهروز بهروز نگه که من بیا خوش اومدی. نه آخه 1 2 3 4 میگیم بعد بهروز نه چرا؟ بهروز معروف میکنه. بهروز معروف شدهش اپیکو واسش آهنگ حاجی جهانیش میکنه اینجوری. نه نور ویدیو خوب. حاجی شاید سر بهروز ویوام زیاد شده. من پشمام بهروز کیه؟ درود. نه این مدل ویدیو همونه کلا نور توتی. ما فیس ریویل داره. اسم پیج بزن شبگردا. کیا بیان بنگ بازی کنن؟ مهربان تا کسی که مکان داره. زنگ بهروز بزن. اوکی. بابا من گوشی اینجا. نه سپر بودم. تو بزن. بابا من 1% شارژ دارم. حاجی شبیه این اتوبوسا بریم تلگرام. بابا تو باید زنگ بزنی. اتوبوسا من؟ من کلت خارجه. ما همه حرفا داش برو زنگش بزن. خب پیامش میدی؟ سلام خوش اومدید. در کنار من یک اعظم داریم که در کسر است دقیقه به زنگ اون پیام بهروز دادم. میزنم. نه داداش داش ثابت کن. اسم اون کی پیام؟ همین الان بیا. راحت دارم. تو پیام اخلاقی بزن بچه‌ها نباشید مثل سپر. شب دارک شد. حاجی هر قسمت ایه و سپر میسیم یه میمه مخصوصه. صداش زیاد کنیم. حاجی الان برنامه کجا شد؟ من کجا دارم میرم؟ ما سفارش خونه در سپر. آها راست برنامه اونجا بود. سپر آدرس بده. داش برو. نشون دیگه. شهریار واس شده؟ آره حاجی شایعه. بابا اون شاعره معروف شایعه. نه اون مطمئنی؟ آره بابا شایعه. بابا همین شهریار نزدیک تهران. نه میدونم کجاست. آخه ندیده بودم تو. خب ریدی بعد بالا در بعد بری پایین. پایین شهریار واس شده؟ بابا شهریار اون ور تهرانه. واسه اون ور خوب دیگه. وارد یا بله. باشد. سه به آدرس بده. برو
برو فلان شهریار. بله داریم میریم شاید سپر الان پول داری؟ برای ریختم بهت دارم کلشو خب ندارم. پول چقدر تو داری؟ ایران چقدر داری؟ 53840. نه عید برای چی می‌خری؟ عید با پول عیدی میرم گوشی می‌خرم. پاپک حالا اینو باید فیلتر کنیم حالا یه ذری بزن ای سامان اومد ایول بچه محتوای ما گوجه توتی من نمیخوام گوجه. دست بده با گوجه چرا؟ الان قراره با گوجه بریم بقالی یه دونه گوجه اینجوری ندست اینجوری با دست اینجوری است اینجوری باید بری تو حاجی آخه من زایسته گوجه دستای دور میرسید برای پشماشی یوی گوجه به مثل بازش کنه من زاویه بازی دارم میگه چرا باید با گوجه بری تو بقالی ها؟ ریلودت کنی الان سپر ریلود کن گوجه رو ریلود کن